بسم الله الرحمن الرحیم. وسائل الشیعه به خط مرحوم شیخ خر عاملی در تملک مرحوم آقای حاج محمد کریم کرمانی اعلی الله مقامه. عالم ربانی مرحوم حاج محمد کریم کرمانی اعلی الله مقامه در رسالة فی النظر هنگام استشهاد به کتاب گرانسنگ وسائل الشیعه به نسخه خطی این کتاب اشاره کرده و آن را در حیازت خود معرفی می‌فرمایند. ولم ينقل خلاف ذلك الا عن الشيخ الحر فانه نقل عنه کراهة صومها بدون اذنه ولكن عندي الوسائل بخطه وعنون الباب بالکراهه. این مخطوط از کتاب تفصیل و وسائل شیعه الی تحصیل مسائل شریعه که مرحوم آقای کرمانی اعلی الله مقامه از آن یاد می کنند نسخه نفیسی است و به خط مؤلف و اینکه در تملک این بزرگوار بوده جالب توجه است. مرحوم محمد ابن حسن مشهور به شیخ خر عاملی، فقیه و محدث اخباری و صاحب اثر ارزشمند وسائل الشیعه و مدفون در جوار حضرت رضا علیه السلام است. بعضی از تألیفات این عالم شهیر عبارت است از رسالة علت خلق الکافر، کشف التعمیه فی حکم التسمیه، نزهة الاستماع فی حکم الاجماع. وسائل الشیعه رسالة فی حجیت ظواهر الکتاب، منقولاتی از کتاب المقالات شیخ مفید و قرر و درر سید مرتضی. دیوان شعر مرحوم شیخ خر عاملی وسائل الشیعه را در طول 20 سال گردآوری کرده است. 2/3 این کار بزرگ را در زادگاهش مشغر به رشته تحریر درآورد و در سال 1088 در مشهد مقدس آن را به اتمام رساند. این سال برای شیخ سال پرکار و پربرکتی محسوب میشد، چرا که در این سال فهرست وسائل الشیعه را نیز تدوین نمود. این گردآوری در طی 3 مرحله انجام شده است. به عبارت دیگر مرحوم شیخ خر 3 بار وسائل الشیعه را بازنویسی کرده است که می توانیم به نسخه مسوده و مبیضه اول و ثانی تعبیر بیاوریم. با توجه به رسائل دیگری از عالم ربانی مرحوم حاج محمد کریم کرمانی اعلی الله مقامه، 3 نسخه از کتاب وسائل الشیعه در اختیار مرحوم آقای کرمانی بوده است. ایشان در رساله جواب شیخ محمد بهرانی نسخه شناسی مختصری از وسائل الشیعه ارائه کرده و بیان می‌فرمایند که نسخه 3 نزد ایشان است. وليس في الوسائل الموجود عندنا ذلك فلعلها كان في بعض نسخ الوسائل فإنه سود بخطه 3 نسخ وعندي الثالثة منها وفيها حذف وزيادة كثيرة. امروزه این 3 نسخه به طور متمرکز وجود ندارد، بلکه ظاهراً پاره پاره شده و هر بخشی در کتابخانه‌ای در ایران نگهداری می شود. در فهرستگان نسخه های خطی ایران 15 نسخه وسائل به خط مؤلف معرفی شده است. اجالتا نتیجه‌ای که میتوان حاصل کرد این که مراحل نگارش 3 مرحله بوده است، چنان که مرحوم آقای کرمانی اعلی الله مقامه اشاره فرمودند سود به خطه 3 نسخ و در حال حاضر پاره های این 3 مرحله و نسخه به طور پراکنده در کتابخانه ها پخش است. به موضوع اصلی بازگردیم. متاسفانه گزارشی تاریخی درباره تملک این نسخه در دست نیست. این که این نسخه چگونه در تملک مرحوم آقای کرمانی قرار گرفته و در نهایت به کجا منتقل شده است. تصاویر نسخه های اهدایی کرمان به دائره المعارف بزرگ اسلامی نیز از این نسخه نفیس خالی است.
همینقدر می‌دانیم سومین نسخه به خط مرحوم شیخ حر عاملی در اختیار مرحوم آقای کرمانی بوده است. تملک وسائل الشیعه به خط مؤلف بعضی از ویژگی‌های شخصیت علمی مرحوم آقای کرمانی را بازگو می‌کند. نشان دسترسی مرحوم آقای کرمانی به منابع دست اول است. همچنین اهمیت این بزرگوار به متون روایی و مجامع حدیثی را حکایت می‌کند. از طرفی نفوذ اجتماعی و دینی ایشان در اوساط علمی آن دوره را بازگو می‌کند که این نوع از نسخ خدمت ایشان ارائه می‌شده است. دیگر اینکه بیانگر غنای کتابخانه شخصی ایشان نیز هست. از نگاه درون مکتبی جایگاه این عالم شیعی اعلی الله مقامه مشخص است. اما با نگاه برون مکتبی در کنار همه ویژگی هایی که اشاره شد، تملک این گونه نسخه ها و استفاده از آن تتبع و تزلع ایشان را آشکارتر کرده و ارزش مباحث تحقیقی ایشان و دقت‌های علمی ایشان را روشن‌تر می‌سازد. اعلی الله درجاته و نفعنا الله به علومه.